با سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز، امیدوارم که خوب و جور و صحتمند باشید. امروز آمدیم در غرب کابل در کارخانه تولیدی لوازم حلبی و با ما همراه باشید ببینیم چه چیزهایی را اینا تولید میکنه و در بازار عرضه میکنه. میشه خود برای ما و بیننده های عزیز ما معرفی کنین؟ سلام عرض ادب خدمت شما. فرهادالله یوسفی هستم، مسئول کارخانه تولیدی لوازم حلبی در کابل. بسیار عالی. چند سال میشه که جناب آقای یوسفی شما در این کار روی آوردین؟ البته در این شغلی که ما کار میکنیم حدود 20 سال میشه. در سال 1384 ما دوره کارآموزی را نزد یکی از حلبی سازا شروع کردیم. 2 سال در نزد اونها ما شاگردی کردیم. بعد از 2 سال ما توانستیم که مستقل فعالیت را آغاز کنیم. بسیار خوب. کارخانه ای که فعلی شما دارین چند سال میشه تأسیس کردین؟ کارخانه فعلی که ما تأسیس کردیم در سال 400 تأسیس کردیم و مدت 4 سال میشه که ما این کارخانه فعالیت میکنیم. از زمان تأسیس کارخانه شما با چه مشکلاتی روبرو بودین جناب آقای یوسفی عزیز؟ البته کاروبار که هست در اوایل هر کسی که شروع کنه به خصوص کار کارخانه داری مشکلات های خود را داره. تا فعالیت را شروع میکنه خیلی سیستمات باید عیار شود. اینا رو ما مشکلات هایش سپری کردیم مدت، ولی در فعلا شکر خدا برابر است و کار ما به صورت اصولی جریان داره. خب بسیار عالی جناب آقای یوسفی. در این کارخانه شما چه چیزهایی را تولید میکنین که برای بیننده های عزیز ما توضیح بدین؟ البته کاری که ما در این کارخانه تولید میکنیم، جنس هایی که ما تولید میکنیم شامل 2 بخش میشه. یک بخش آن مربوط به فامیلاس که استفاده میکنه و یک بخش آن هست مربوط به ساختمان میشه که در ساختمان مورد استفاده قرار میگیره. بسیار عالی. بسیار عالی جناب آقای یوسفی. اینجا برای ما یک سوال پیدا شد که شما وسایل ساختمانی را تولید میکنین شامل چی است؟ البته وسایل ساختمانی که ما تولید میکنیم اما لوازمش است که ما تولید میکنیم. از قبیل تشتای گچگاری میشه، تشتای سیمان میشه و کپ بخاری میشه که اینا در ساختمان مورد نیاز است و استفاده قرار میگیرن و او را تولید میکنیم در بازار عرضه میکنیم. و همچنان لوازم برای فامیلا که گفتین تولید میکنیم شامل چی چیزایی است؟ وسایلی که برای فامیل تولید میکنیم و عرضه میکنیم در بازار از قبیل چایجوش هست و سماور است که چایجوش ما در 2 بخش قرار میگیره. یک بخش آلومینیوم است و یک بخش دیگه آهنی است. خارج از تولیدات کارخانه که شما فرمودید که ما در بازار عرضه میکنیم و 2 بخش هم تقسیم کردین، خارج از این تولیدات چه چیزای دوباره شما تولید دارین؟ بله ما خارج از کارخانه یک همکاری داریم با هممسلکی های خود که برایشان همکاری میکنیم و البسازایی که به شکل پرچون کار میکنه. اونا یک مقدار لوازم است که استفاده میکنه، البته سر سماد و چایجوش استفاده میکنه. قبلا اونا با دست چند دانه در یک جای با چکش چکرش میکردن و او بسیار وقتگیر و کارش برشان مشکل بود. ما یک همکاری با اونا داریم که دستگاهی که ما در اختیار داریم و خم میکنیم به شکل ماشینی هم سر چایجوش و سماوره برای اینها هم مد نظر گرفتیم و برشان تولید میکنیم، در دستشان قرار بدیم و کارشان بسیار راحت و صورت بالا شده و بسیار خوش هم است. بسیار تشکر جناب آقای یوسفی عزیز که وقت گرانبهای خود در خدمت ما گذاشتین. خواهش میکنم. میشه که از تولیدات خود برای ما به طور نمونه نشان بدین و یک تعداد را هم خودتان انجام بدین که ما از نزدیک بیننده های ما و خود ما مشاهده کنیم که طرز ساختی از اینا چطور است؟ بله چرا که نه، حتما برای شما نشان میدیم. نمونه‌ای است که برای شما جورش نشان میدیم و جریان کار برای شما جریان میمونیم و یکی آمدین تشریف کنید. بسیار خوش اومدید. ممنون شما. یالا بفرمایید برای شما تشریف.
نمونه چای برای آلومینیمی ماست که ما اینا رو به شکل دکوره رنگ مالیش میکنیم. بسیار عالی. دیزاین عالی میتیم برش. رنگ که کدین رنگ ناسوزه؟ این رنگ ناساز است. یعنی اگر امیر هموطنای ما در سر گازبانه آورده داخل از این جوش بیته دیگه چی نمیشه، رنگ از بین نمیره؟ نه خیر نه، مشکل نداره. یا رنگای است که ناساز است. در وسایل ظرف استفاده شده، بعد ما نتیجهش گرفتم و فعلا هم استفاده میکنم. بسیار عالی. یا البته رنگای مختلف داره دیگه. یا دیگه رنگش است که جور میکنیم. در چی سایزهایی میایه این چایجشا؟ اینا حساب لیتر است. 5 لیتر داریم، 7 لیتر داریم، 10 لیتر و 12 لیتر. بسیار عالی. بسیار عالی. خب 4 سایز هست. بسیار عالی. بسیار عالی. بسیار چیزی شیک خوب قشنگ. رنگ کدگیش هم موجود است و سادهش هم در بازار. سادهش هم موجود در بازار. سادهش هم در بازار میکشن برای رنگش هم. سادهش هم شما تولید میکنید؟ ما تولید میکنیم. بسیار عالی. اینا که مشتری خوش کنه. دیگه اینا نمونه‌های تشت است که ما بودیم که ما تشت گچکاری میزنیم. یا تشتای گچکاری است که در ساختمان استفاده میشه. وزنش هم خوب سنگینه. این کپی است که ما گفتیم کپی برای ساختمان استفاده میشه نمیشه. خب این برای لولای بخاریه. لوله بخاری است. چند رقم نل بخاری دی جرمه؟ این 3 سایز نل است. یکی بخاری سابقه که استفاده میکنه. بخاری سابقه خون تقریبا عمی میشه دیگه. این کدام سایزه؟ این سایز است که بخاری وطنی تولید میشه. همه سازایی که جور میکنه با این چادر سفید. اوست باز یک سایز دیگه داره، نل ترکی است. بسیار بخاری ترکی. این باز تبدیل کرد بخاری. یعنی اگر هموطنای از ما یکی از همینا رو بخره دمو دیوار خانه خود نصب کنه، یعنی 3 مدل 4 مدل بخاری دی میتونه دم یک کب استفاده کنه. بعد 3 مدل استفاده میکنه. بسیار عالی. بسیار عالی. بسیار عالی. هر کدامش برای مشتری راحت باشه دیگه. بسیار عالی. هموطنای عزیز ما ببینین که در وطن خود ما و شما چه چیزایی تولید میشن. سابق ما اصلا این چیزا رو نداشتیم. الان شکر خدا، شکر خدا همه چی رو تولید میکنیم در داخل وطن خود. بسیار عالی. اینا کلا ماشینی است. آقای یوسفی عزیز بسیار عالی. خوش میکنم. بازم دیگه نمونه داریم میتونیم بریم سیلش کنیم. جناب آقای یوسفی این رو توضیح بدین چی است؟ این چایبری است که نیکلی است. نیکل خالص کار شده؟ نیکل خالص کار میشه، با سبندیش توسط ماشین میشه دیگه. در دیگه مواد دیگه استفاده نمیشه که مثل البساده دیگه لم میشه. بله. یعنی لم نشده؟ لم نمیشه. یعنی قسمت‌های درزیا اینا لم نشده؟ نه، کلا در ماشین بس کار میشه. بسیار عالی. چیزی خیلی قشنگ، مقبول، شفاف. این هم از چایبرای آینی این شکل در ماشین بس کاری میشه بدون لم. یا هم بدون لم، آهنی بدون لم. دیگه مکمل ما سیستم لم از بین بردیم به خاطر که تیزابخوری میشه، خاصیت این از بین میبره. بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی چیز قشنگی شده واقعا. خاصیت مختلف داره. خورد کلان است دیگه. آهن است، نیکل است. اونا آهن است. آهنه؟ دیگه این وسایل است که ما استفاده میکنیم. ما یک چیز جناب آقای یوسفی نفهمیدم. بله. با همین فیلم ها رو که میبینیم یک چیزی توجه من جلب کرده که شبیه همین بمبه. بله. او چیه؟ البته اونا چیز است، جک داغ میگه. جک داغ میگه ما اینا رو جور میکنیم و اطراف میبرشه به خاطر ماس داخلش میپرته، باز ایره شور میکشه و داغ تبدیل میکنه. ماسکش علایده میکنه و دوغش هم علایده میکنه. این لیکمیک چیز خو نداره؟ نه، اینا در ماشین پرس میشه، لیکی نداره. دوام از اونا چقدره؟ چند سال؟ دوام از این البته بیشتر است. یک شکل از اینا بود به شکل دوره‌ای تولید میشد. اینا عوارض داشت که بسیار زود تخریب میشد. اینا را اگر استفاده کنیش 5 سال 10 سال استفاده میکنه بدون تخریب. بسیار عالی. بسیار عالی. یعنی الان این مکمل جنس آلومینیوم است. آلومینیوم خالص. آلومینیوم خالص.
این کامل هم نشده کارش؟ کاملش نشده، کارش مانده، یک مقدار کم پرزای شده خود ماندیم و سکاری شد. از اینجا محکم میشه؟ این زلفی داره، زلفیش یک کمه گری یک ضربه بخوره که به خاطر کش هوا نبره از داخلش دوخت بیرون نشه. درست. بسیار خوب بیننده های عزیزی بود برنامه امروزی ما و منتظر برنامه های بعدی ما هم باشید. برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب فراموش نشود و نظریات خود را در کامنت برای ما بیان فرمایید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدار شما.